خوب هستی برادر شما خوب هستید اینجا کارگاهتون همه طرفات اینجا شما خوبه نکه همه طرفات همه تینج خوب اکا جان اکا ما حقی نصیحت کردن هم نداریم شما رو شما ایگو کلونید لیکن تماکو رو نکشی با خوبتر میشود اگر تا همین قاپوق شکی دیده باشه همین کریشکه میگن قاپوق میگن چی میگن اینا نوشته که تماکو کشی به نشمندی آورده میرسونه همین نکشی با خوبتر میشه که ایمو یا گفتن خوب شده خوب زنده باش بعضور بشید میگم هر مرو بچه راست میگه افشین همین چی در کورم نیست همیو خیلی میکشیده سلام خیر مولا هم راست میگه خداوند بزرگ در پناه عصمت خودت نگهبان باش در نزد دوست و دشمن احسن خمون نکن پاک و پروردگارا از ایمان خارج ما نکن خداوند بزرگ همین نمازهای خواندگی ما را به درگاهت قبول بگردان پاک و پروردگارا در پناه عصمت خودت نگهبان باش و حرمت اللهم اغفر لی و لوالدی و الاستاذ و جمیع المؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين الله اكبر السلام استاد مرای شما رو یادش استاد السلام علیکم نه حضرت دادارم خوب هستید اینجا استاد من همین شعر خوندم تحلیلش نفهمیدم استاد هم فهمیدم تحلیل این شعر کو غافل مباش ز عمر چو کشتی در آب ایستاده می نماید و چون تیر می رود په چی شعری خوب چی شعری و منطق پرمضمون بله استاد انا که دادر عزیز شاگردی عزیز بله یک عمر آدم ایستاده می نماید و یکی که کشتی که در بین آب همین هر دو ایستادگی می نمایند این همین را در نظر داره که غافل مباش ز عمر چی کشتی در آب ایستاده می نماید و چون تیر می رود ایستادگی می نماید اونه که از تیر ده تیز می رود یکی عمر و یکی کشتی این تعلیلش همه که عمر آدمیزاد به حد تیز میگذره برای همون که چرخ می توانی ولی دادر جان فقط بخون خب من شاگردی عزیز رحمت کلام استاد فقط بخون من آفرین بخون بس ای ما اشکانم تو شما اختان زور میگیرید کدامش کلونه اینمیش بزنید یک دیگر به وحزت ایره بزنتا چیگه پای دو همین دیننگی گوده کن شما همین وقتی که هم خیلی جنگ کنید حاجی وقتی خوندنی شما های او برین یک کانتر کار کنید یک ایکو علاف بیارین هزون بیارین اینم علکای وقتی بایشیده چوبوک برین یک کار کنید شما دو درکو جنگ سگ میکنه این خیلی گفت نیست همده کو ارتان اشتشین انم خیلی آفرین دو درکوی مکانتونو بزنید انا برای همیقا خالچک جان این دو درکو انا دادم بابا جان هم داری این دادم بابا جان انا برای همیقا فقط همدیگرتون حرمت کنین در این دنیا عزت و حرمت احترام میمونه برای همیقا تو بدا خونتون برای خالچک جان بدا فقط خنده بابا جان رفتین انا دو داری عزیز رفتین بچه رفتین دو داری هر که خونه خود برای کفای کار شما بچه جون مرا گوش کن زندگی و چم مجموعه بیش و کمیست مطلب چی رنج و عذابا با چی دقت و کلان کردم میخوام که با سری بلند بری و با سری بلند بر بگردی بچم آدمایی هستن که راه زنن دزدن قلابن به هر راه میبرن من میخوام که تو ناز بخونی و با سری بلند بگردی بیایی کشلو ما
میفهم موچه جانی من جون بچه جون دل تا پر بگی میدونی که من خیلی بد ندارم کاری بد نمیکنم موچه جانی من فقط من همین یک آرزو دارم که برم مدرسه دا بخونم بیام امامی همین ده هماشم و در خلق خودم خدمت کنم این همین آرزو دارم موچه جانی فقط در بالای سر من دعا بکنین دعاگوی ما باشین تمام الهی امین بچم ساق برای سلامت بر بگردی با سری بلند بخونی بیایی بچم در آینده در پیریم اسای دستی نبگردی الله بچه جونی من پروانه خوب خوب نه چجور بیرون نکن خوب چی گپ شده باشن؟ نفهمیدم آمدم سوزی باشه؟ چی گپ شید؟ خوش کمارا همونجور همونجوری که رفته کو نگه که جورا پلیونی شده اکه پلیونی شید جورا جوری که ما شما رو زیر ای کردم اینجا کامرا داشته واه کارو بیزه بگو به مال همار حالی کام دستود نگالتا او کامیرا دا همار قلده سراسیما نشه بچه یا فکری خوب کردن در کره حق گپ زن چی کار کنی؟ گوش که جورا یک 15 روزه شما همینجا اونجا میشه یگون کس باید ندونه که شما گجون میده حتی ما ندونم تو اندمی که من کامرا را توضیح باید کنم بس شما را زمینه شما میتونیم بیو فکر خوب فکری بهتر یگون جورایی که هیچ که ندونتونه هیچ که نشناسه داشه من ندونم جاتونه های که ما همین حیات صغیری به کس و به کوی بدیم بریم با یگون جا که هیچ که نبونه و بشوام آیتی میخوشه نیست شبه تمام شبه آقا جان نام همین قشلاق چیه؟ سانتودا همین سانتودا همینجور یکون جو زمان نکی در کلام مفروم کجا اومدم نمیدونم شاک شروع خیلی توکلم به خدا نخواد دهم قشلاق ایام کسی یک شب دوچه مهمان مونا گیرم سلام سلام ملو بچه میگم من ملو دمونندم السلام السلام علیکم مولا بچه. سلام علیکم. سوز تین سلامتی نه. رحمت اکا. سوزی همه خوب. سوز تین. ایتا بچه دوشنبه رفتی
ملو بچه لیباسا علی شیده دیگه شدی خوندنا چی خیلی؟ سوز نغزو تو مرا شناختی؟ آخی ملو بچه خشلاق من بدی چی خیلی نمیشناسم؟ نه نه دردم زد من راستی کم ترک کلم حیران شده که بخشش بچه داری 2 ماه لباس دیگه شده فرما رو بی آره فرما دیگه شده اگه بخشش دو دردم من کم کلم دیگه شده که اوزورده اوزور معلومه انیخ کردن نکن چیگه باشه ما رو ببینیم مولو بچه گفته عجایب با فکرم این قشلاق کسی هسته که مرا سخت موننده نفهمیدم هیچ نفهمیدم سلام علیکم خیلی سوالات جمع شده کاش که استاد میپرسیدیم همه ای استاد چی گپی هست فهمیدن نکن نه ساز شاگرد کارکات خوبه همه طرفت هیچ استاد 2 ماه که شما در دوشنبه بدین که استاد در فکر ما بسیار سوال‌ها جمع شد استاد خیرت که آمدین استاد هیچ گپ نه سوال استاد تو مرا میشناسی استاد خونه ما کجا ده خونه شما استاد استاد شوخی داری نه شوخی نه من همین خونه مونو گم کردم خونه مونو گفتم خونه تو استاد خونه تو نام چاکی استاد چاکی او طرف کو بیا منو ببر که خونه مونو شوگید ها تدان شوگید آیندت خوبه آیندت خوب میشه همیه یا نمیه خونه شما استاد گپ نیست انا کن صدا برای کار مالی بو میبینی کیای بیو کیای های بچه مایه های ای جونیو چه آمده خوش آمده سلام علیکم چه نغزه سازی خوبی تینجی سلامتی همه طرفتش کار خوبه خوش آمده نوری دیده تو سری قکلان شده بچه ای مایه یک قشر شده بیا خونه بدرو این بچه بیا خوش آمده نغزه دیگه بچه جان کار شکری خدا این مولو بچه کسی بده در قشلو دیرو حرمت میکرد یعنی در قشلو مرا گاشتن حلوات میبارن همه مرا حرمت میکنن من در دوشنبه گشتم دزی و غارتگری کده آدمزنی کده گشتم این آدمگری رو بین این خیلی مرا حرمت میکنن میفرم که با برون بکردم قشلو بوده باور که این گودکو این زنکو این کلانو همه مرا حرمت میکنه الله اکبر बोलो बच्चा क्या बनी जगह हाँ harus ayo ki harus akjuai talabi o abi ogda abi og çıkar mı ya ne poyon neriku tamam poyon ha بیا مرا تو همجا را نشان بده راه مالی رفتیم چه خیلی گپ دستی کوچو دا گپ زن مایم برا کوچو اختان دا زوری که چه خیلی بزن در اینجا جنگ های نگاه در این قشلاق مرا چقدر حرمت میکنن نگاه کن چی گفت سوجا تینجایی چی ایستاده نخی کدمیش کلانای بزن خیلی گوانه که بزن
либос пушид, гапзанид, рафтора дигар шидаем. Ко қишлоқ миёд дигар назарат моро намегирад. برای چی خیلی میگی؟ راستی گپا بگم این بدگی تا بخشونتر شده ای لبی دریا آمدی دستا تا شوشتی مرا بوسه ندادی با اون لبکات آه مرا کشتی پایتخت رفتی با شاعر عشقی؟ عشقی که من در تو دارم بز در علف نداره و سگ در استخوان ندارم میخواستم که یک بار ما با تو بلوی بحر و هی انو تورهای کوه تماشا بیرویم میخواهی؟ این روز نه برای چی؟ برای که این روز اکرم در خانه پگاه نایش من انتظارت میشم اوه مولا بچه خوب بچه به تقدیر بدهیده اینقدر مردم تره حرمت میکنه اینقدر خلق قشلاق تره حرمت میکنه بای عروس شپیه خیلی قشلاق در رسیدیم ای بای همه میبینم من شرمنده میشم ای کی میگه ای بای همه صد ای ما چیکار داریم مردم داخی بکوری دیل مزد باور که ای وای ربی کیرا مولا بچه را ای توبام مولا با 2 روز میره دوشنبه نگاه که حالی مولا را اما در روزی روشن باور که ای می دختر آمده است دیدی؟ ای اکاش برو ما آنها که تلو توپا بی باور که توم تره خی میشم نگاه کن نه حکیم جان التماس شما روین که من ای اکم گپ میفهمم خی مایله ای اکم از خونه بگذار باز با من خطیده در خونه گپ میزنم اینجا بیا مولا سلام علیکم سلام علیکم تو دین رختا مولا میگرفتی ایتا 2 روز در دوشنبه گشتی ای بنا میدونی در روزی روشن ایدومی خواری ما میگردی که بخشش خیلی کردم ما تو را 2 دین مولا گفتا حرمت میکردیم اوزور ای بنا میدونی در روزی روشن ایدومی خواری ما گشتی سی ای مولا بچه گوش کده من تی خیلی باوری نداشتم فهمیدی تو می اومدی از سخن میکردی کو من خوار ما تو فهم میکردم فهمیدی اوزور خیلی ما تو را مولا گفتا حرمت میکردیم فهمیدی فهمیدی اوره همه تینجا از با گام میزنیم گوش که سیگارت نداری؟ سیگارت بچه تو دین را نصیحت میکردی که سیگارت نکشین علی گپای شما ما سیگارت کشی را بس کردیم تماکو کشی به نشمندی آورده میرسونه همین نکشی با خوبتر میشه که ایمو یا گفتن خوب شده دیم عجایی میخوایی بخشش من خواهی هزار رحمت خوب شنیدی که بیرون گرمه ها؟ بابا بچه جان بگی یه پیالا چای بخور بچه در این شبی کی زنگ زده است باشه
علیکم اوچا جان. و علیکم بسلام. اوچا جان بخشیش یک هفته بود که من شما تا زنگ زدن نتونستم نبینم بیکار شدیم یک کمتر کار بر اومده بود. کی شما؟ الو اوچا من حکیم جانم اخی. چی؟ حکیم جانم اوچا نشناختی؟ ای خدا حکیم جان اخی دارو برون ششتگیه کو؟ اوچا جان شما چی گفته سید من نفهمیدستم. من اینم به تلفن یک آشنام زنگ زدستم وازی نمه قشلاق دایم وازی میام. دا کجایی؟ واینا درآمد قشلاق دایم اوچا جان وازی میام اینا. بیو خواهی بیو بچم بیو. بیو. خدای تو بکن خدا جان. اوچا جان. مرا ببخش اوچا جان. من این گپا گفتنی بدم که من همین گپا باید شما در میگفتم نکیم خیلی خداوند راضی نشید. مرا ببخش اوچا جان که این گپا شما در طول یک هفته شید نگفتم نکه نه خدا راضی شید میگم. مرا ببخش اوچا جان که من بچه شما نیستم. من همیجا سر قشلاق دفر آمدم همین خیلی شید که توغولی شید من خونی شما در غیر تیدمون مرا بچه ها گفتن مولا بچه هزار رحمت به اون مولا بچه که یک هفته شید که من از پیش مولا بچه خورده خوابم. انا اوچا جان راست گپ بگو من یک بچه دوزم. چی؟ یک بچه دوزم من در بیدون کلان شدم در یتیم خونه کلان شدم. مرا ببخش من در یتیم خونه کلان شدگی مرا ببخش. اگر اجازه دادی من بخیزم برم یکم یک بار بچه تا ببینم هم مولا بچه رو ببینم که چقدر آدم خداداد ای او بچه. او بچه رو اینقدر آدم ها حرمت میکردن اینقدر بچه با آب رو بوده یعنی ها. میخوام یک بار هم مولا بچه شما رو ببینم. باور کنید یا نکنید من عاشق بچه شما شدم. یک بار ببینم میخوام که فیلم رفتار کردار رنگ بچه شما کنم و من مولا بچه شم. مرا ببخشید اوچا جان یک بار بچه شما رو ببینم. یو مایو در حقیقت مدام اونان بدهی این مردم قشلوقم این مردم دیهم مولا بچه بیهوده مرا نمیگفتیان. یا در بزرگی جونم خداوند بزرگی ای آدمم ای تمونان میشیده. اوچا ای کیه؟ ای را ای کجای افتی؟ ای تمدمونان دهی؟ من ترسیدم از اون روزی که آمد بر سرم. بچه‌ام در یتیم خانه که کلان شده باشه من یک قصه را باید برای شما نقل کنم. بگو. مرده دکتر چی میگه؟ زنک جان ایما تو دکتر میگه که فرزند نمیشه نصیب تقدیر همی بده. برادر یک دقیقه بیا برادر که سلام باشید. برادر ما شما سعی داده میتونم ایجای روسیه بیازم دومانی تاول کرده خودش سعی فرزان رفت و شما میتونید برادر با فرزندی قبول کنید و زد پدری کنید. چقدر خوشبخت خرسند میشم دکتر رحمت. لیکن ما باری کودک از خردسالی کلا نکردیم. میشد که همون یک تایی همون رو من بگیرم همون بچه رو خیلی کلان کنم با وایر برسونم. خیلی دیگر چه شاید یکون بی فرزند دیگر بود میره در ما که
زنک دیدی خداوند چقدر بزرگ است. دینا صاحب فرزندم شیرین. بعد میدونی چی زنک جان؟ نامش حکیم جان نام میکنی. حکیم جان. مایل مازک جان. شیر بچه میشه و شیر بچه حکیم جان. مازک جان. مازک جان. راستی گپ من قصه را خودم نفهمیدم که مادری اصلی ما که مرا به دنیا آورده این کسا نبودیان. من این قصه را خودم نشنیدم و در حیرت ماندم. من 26 تا 30 دارم. فقط مرا یک چیز غم میداد. همین بود که من در کجا به دنیا آمدم تا آن می روزا مرا درون به درون غم میداد. آن که نفهمیدم این قصه را که من کی بدم و چی بدم و مرا کی زایده بوده. نام شما چیه؟ نامی من حکیم جان. مولا بچه من بسیار نامی تو را شنیدم. حکیم جان. نامی من حبیب جان. فهمو راستی گپ با چه خیلی ناممون موافق اومده یا؟ من راستی گپ این پلی جمع کردگی دارم. نه که با پلای من همش با دزدی و با مشینیکی و با غارتگری جمع شدگی هست. ما پلا را چیکار کنیم؟ خیلی چیزی که تو در وقتش کردی گذشت. اگه توبه که گناهات خداوند بزرگ خودش هست خودش میبخشه. میگه که زندگی مخصوص بهر بندگی است. زندگی بی بندگی شرمندگی است. فهمو زندگی بی بندگی شرمندگی است. من یارو فهمیدم. همیشه گفتنیم که ما پلایی که با غارتگری و با دزدی جمع کردم ما رو چیکار کنم اکه؟ یک راه داره. بزرگا میگن که ای راه بزن خیر کن. هیچ گم نه. بیار خیر که صدقه که خداوند ببخشه گناهایی کردگی تا. خب چیزی که خودت بگی. اگه نه من یک دو رفیق دارم، یک دو شاگرد دارم. اونی زنگشون میزنم پلا رو روی کنن. میدونی من چیکار میکنم؟ میام اینامی حبیب جان و حکیم جان همشه در ده خیر میکنی. چی گفتی؟ نه این کارو نکن. وقتی که آدم صدقه میکنه خیر میکنه با دستی راستش خیر کنه با دستی چپش درک نیومه. گپیتم درست. قبول. مولا بچه چیزی که خودت بگی. خطر آبروی محمد
جای میره در امان خدا باشد، خدای تعالی نگهبانتان باشد. در زندگی یگان غم و غصه فقط خانهاتان توی تماشا و به وقتی خود زندگی کنید. الله اکبر. ماما در توی کن. سلامت باشید. بدرو شب ماما در خونه یکان کس هستن نیست اینجا. خیلی میبونیم با بچه آمدن. یعنی ما میکنن. اینم یه آدم خیرخواه بوده. رحمت خدا دولتون عید زیاد کنه. الله اکبر. مالش خوب ماما. اینم یک خیرخواه ده بچه که خیرخواه یک خوب چور بوده. کجا دمونی؟ اوی توشکندی؟ این بچه های خیرخواه را که دو بودی؟ خیر مالش الهیم آمین. هر کس به مراد و مقصد با برتی خوش تن صحت عمرشان درست کنه، صلح امانی و تنجی کنه، هر کس به مراد برسه. همین خیلی چیز کارا بسیار شانان و دولت از تنجی و امانی کنه به مراد و مقصد برسانه. الله اکبر. بسیار شانان. الله اکبر. مالش باید توشکندی. خوش آمدید.